بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهد الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال و در تلاوت و تدبر آیات کلام پاکش هر روز و هر لحظه زندگیتان زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله را بی نهایت سپاس از اینکه بار دیگر این توفیق نصیب شد تا به همراه شما گرامیان در درس دیگر از شرح معانی آیات سوره مبارکه بقره با شما همراه بشیم با آیات دیگر از این سوره گرانقدر. در برنامه‌های گذشته با شما گرامیان تا آیه 55 از سوره مبارکه بقره رو پیش رفتیم و در این برنامه آیه 55 به بعد رو به تلاوت خواهیم گرفت. کلام متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. بعد از اینکه در آیات گذشته الله متعال در وصف حال بنی اسرائیل، قومی که منتسب هستند، خود را منتسب می‌دانند به پیامبر یعقوب علیه السلام و خود را فرزندان او به حساب می‌آورند و در اصل و نسب این گونه هستند و فرزندان یعقوب و نوادگان یعقوب علیه السلام هستند، الله متعال در بیان نعمت‌هایی که برای این قوم داده است در آیات گذشته برای ما نعمت‌های مهمی رو ذکر کرد، من جمله نجات بنی اسرائیل از فرعون که واقعا یک نعمت بسیار بزرگ بود و اون لحظه تاریخی که در روز عاشورا اتفاق افتاد و رسول الله علیه السلام وقتی که وارد مدینه منوره شدند و دیدند که یهودیان این روز را روزه میگیرند، پرسیدند چرا روزه میگیرید؟ گفتند به خاطر اینکه در این روز الله متعال بنی اسرائیل را از دست فرعون نجات داد و فرعون و فرعونیان هلاک شدند و رسول الله علیه السلام فرمود که ما به موسی حقدارتریم، ما هم روزه میگیریم و بر این اساس روز عاشورا به خاطر شکرگزاری و قدردانی از آن نعمت سنت شد و هرچند که رسول الله علیه السلام بعداً فرمود به خاطر مخالفت با یهود یک روز قبل از آن و یا یک روز بعد از آن را هم روزه بگیرید. الله متعال در ادامه ذکر این نعمت‌های دیگری را اشاره فرمود، بخشش قوم بعد از پرستش گوساله و همچنین نزول تورات. بعد از اینکه تورات به موسی علیه السلام نازل شد و تورات رو آورد برای قوم خود و الواحی که در آن تورات نوشته شده بود با آنها نشان داد و دستوراتی رو که الله متعال فرستاده بود، آنها گفتند که ای موسی ما باور نمی کنیم که این کلام الله متعال باشد. ما قبول نداریم که این کتاب از جانب الله متعال آمده و اصلا ایمان نمی آوریم به او تا وقتی که خود الله متعال رو به ما نشان ندهی. و این آیه اشاره به این موضوع دارد که بنی اسرائیل از موسی علیه السلام خواستند تا برای اثبات حقانیت رسالت خود و دعوت خود و کتاب خود تورات الله متعال را با آنها نشان دهد. الله متعال می‌فرماید و اذ قلتم، با آن لحظه ای را بیاد آورید که گفتید شما بنی اسرائیل. خطاب یهودیان مخاطب قرآن هستند و چون آبا و اجداد آنها این کار رو کردند و اینها خود را با آنها منتسب می‌دانند و ادامه مسیر آنها و پیوسته از افتخارات پیامبران الهی که آبا و اجداد آنها بودند یاد می‌کنند، الله متعال می‌فرماید خب
شما در مسیر همان بنی اسرائیل و فرزندان همان بنی اسرائیل این کار رو آبا و اجداد شما کردن، گویی که شما کردید، چون اینها در همون مسیر ادامه راه دادند. یعنی یهودیان زمان رسول الله علیه السلام و یهودیان زمان ما که بدتر از یهودیان زمان رسول الله علیه السلام هستند هم همین مسیر رو ادامه میدن. الله متعال فرمود و قلتم یا موسی، و شما گفتید ای موسی، یا موسی. ببینید اصلا از همین ابتدا تعبیری که اینها استفاده کردن بسیار یک تعبیر گستاخانه است، بی‌ادبانه است. با یک پیامبر الهی، با پیامبر نازنینی به مانند موسی علیه السلام، با آن عظمت شأن، با آن جایگاه، با اون همه معجزاتی که اینها از موسی علیه السلام دیدن، گفتن و قلتم یا موسی، ای موسی، ای موسی. نگفتن ای رسول الله، ای کلیم الله، ای پیامبر بزرگوار، ای بزرگوار، ای موسی. اصلا شما تصور بکنید الان یک عالمی رو در منطقه خود، یک شخصیت گرانقدری رو، یک شخصیت بزرگواری رو که مورد احترام و اکرام و تعظیم هست، غیر از عالم حتی، یک رئیس جمهور، یک وزیر، یک سفیر، یک انسان بزرگ، یک شخصیتی که بالاخره جایگاهی داره در قوم خود، کسی اون رو با اسم کوچکش صدا نمیکنه. رئیس جمهور رو نمیان اسمش رو ذکر بکنن، پادشاه رو نمیان اسمش رو ذکر بکنن، وزیر رو میگن جناب وزیر، سفیر رو میگن جناب سفیر، پادشاه رو میگن جناب ملک، یا پادشاه ها القابی برای اونها استفاده میشه. برای بزرگان دینی هم همینطور، جناب شیخ، جناب بزرگوار و جناب علامه، یک اسمهایی استفاده میشه، یعنی به خاطر احترام، به خاطر ادب. و برای پیامبران الهی، برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، هیچ وقت صحابه اونا گفتن یا محمد. حتی الله متعال در قرآن کریم برای رسول الله صلی الله علیه و سلم یا محمد استفاده نکرده است. و گرچه برای پیامبران خود غیر از محمد مصطفی علیه السلام یا استفاده کرده است، یا موسی را الله متعال فرموده. خب الله متعال الله هست و اختیار بندگان خود را دارد. اما بنی اسرائیل وقتی که با موسی علیه السلام صحبت کردن، اصلا گویی که او رو به عنوان رسول الله قبول ندارن. اصلا خود همین اعتراض نشان از این بود که اونها هنوز این پیامبر الهی را با این عظمتشان، با این جایگاه، با این همه معجزاتی که در طول این مسیر از او دیدن، هنوز او رو به عنوان پیامبر قبول ندارن. و اذ قلتم یا موسی، ای موسی، ای موسی. ببینید که چه حالی داره موسی علیه السلام از دست این قوم، چه حس و حالی داشت موسی علیه السلام وقتی که این قوم با او با این ادبیات صحبت میکردن. یا موسی لن نؤمن لک، ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم، هرگز به تو ایمان نمی آوریم. لن نؤمن لک، هرگز به تو ایمان نمی آوریم. حتی نری الله جهراتا، تا آن لحظه ای که الله متعال رو برای ما آشکارا نشان دهی، ما به تو ایمان نمی آوریم. تا وقتی که الله متعال رو به ما آشکارا نشان دهی. ای بنی اسرائیل، ای قوم ناسپاس، این همه معجزات رو موسی علیه السلام به شما نشان داد. از آن روز اولی که پیامبری او شروع شد، از آن روز اولی که آمد برای مبارزه با فرعون عصای خود را انداخت و اژدهایی شد و تمام اون ساحران و جادوگران متأثر شدند و ایمان آوردند به او. از آن معجزات عجیب و غریبی که طوفان آمد، ملخ‌ها آمدن، قورباغه‌ها آمدن، شپش‌ها آمدن و هر کدام پشت سر هم در فاصله‌های زمانی مشخص. آن روزی که تمام آب نیل تبدیل به خون شد و آب‌هایی که فرعون و فرعونیان می‌خوردند. آن روزی که شما رو الله متعال نجات داد، دریا شکافته شد جلوی چشم شما، دیدید با چشم سر که چگونه فرعون و فرعونیان پیش چشم شما هلاک شدن و از بین رفتن. این همه معجزات رو یکی پس از دیگری شما دیدید، هنوز باور نکردید، شما هنوز ایمان نیاوردید. شما چه صبری دارد موسی علیه السلام در برابر این قوم عجیبه. و والله هر چقدر این آیات رو انسان بیشتر میخوانه و بیشتر مطالعه میکنه و تلاوت میکنه، جایگاه موسی علیه السلام برای انسان بالاتر و بالاتر و بالاتر میره. و هیچ کسی بعد از رسول الله علیه السلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در صبر در برابر قومش به مانند موسی علیه السلام نیست.
چه صبری داره، چه تحملی داره. این همه معجزات، باز هم این قوم دست بردار نیستند و باز میگن لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرة یا موسی، هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا الله متعال رو به ما واضح و آشکار نشان بدهی. الله رو به ما نشان بده، ما ببینیم. این موضوع طلب رؤیت الله متعال نه تنها از طرف قوم موسی مطرح شد، هنوز هم یک عده‌ای هستند برای ایمان به الله متعال میگویند که باید ما الله متعال رو ببینیم. چرا الله متعال خودش رو نشون نمیده تا ما ببینیم و به او ایمان بیاوریم؟ و یک نکته‌ای که باید مد نظر باشد این هست که اولا الله متعال در این دنیا با چشمانی که ما داریم قابل رؤیت نیست. یعنی این چشم ما، چشم دنیوی ما، این توانایی و این قدرت رو نداره که بتواند الله متعال رو ببینه. نمیتواند الله متعال رو ببینه. ما توانمندی هایی که الله متعال در اختیار ما قرار داده، جسمی که ما داریم یک صفات خاصی داره و یک توانایی های خاصی داره و یک ظرفیت خاصی داره. ما الان صداهایی هست در محیط، این صداها رو گوش ما توانایی شنیدن او رو نداره. صداهایی هستن ما گوش ما یک فرکانس خاصی رو میشنوه، بالاتر از اون رو نمیشنوه، پایینتر از اون رو هم نمیشنوه. بسیاری از این امواجی که در فضا هستند ما اینها رو نمیشنویم و گوش ما نمیشنوه و لطف الهی برای ما این بوده که نشنود و اگر قرار بود همه چیز را بشنویم دیوانه میشدیم. چشم ما یک سری موارد خاصی رو میبینه که ما فقط همون چیزی رو که نیاز داریم الله متعال برای ما قرار داده و اون رو میبینیم. بیشتر از اون رو ما نمیتونیم ببینیم. خیلی از حیوانات چیزهایی رو میبینن که ما نمیبینیم. خیلی از حیوانات توانمندی هایی دارن، دیدشون نیروی رو الله متعال به اونها داده که در تاریکی مطلق مثلا از روی حرارت بدن موجودات اونها رو میبینن و تشخیص میدن. و حتی یک پشه مثلا از لحاظ بینایی از ما قوی تر به نظر میرسد، زیرا که در شب تاریکی مطلق میتونه تشخیص بده از روی حرارت جسم موجودات در محیط که این انسانی است یا این یک چوبی است یا دیواری است، میتونه تشخیص بده. و ما برای حیوانات حتی مثل گربه مثلا در شب چیزهایی رو میبینه که ما نمیبینیم. چشم ما یک سری توانایی های، یک ظرفیت خاصی داره که فراتر از اون رو نمیتونه ببینه. این جسم دنیوی ما و این چشمی که ما در این جسم دنیوی داریم توانایی دیدن الله متعال را، ذات الهی را ندارد. در آیات قرآن کریم هم درباره خود موسی علیه السلام الله متعال در سوره مبارکه اعراف میفرماید که ولما جاء موسی لمیقاتنا، وقتی که موسی علیه السلام آمد پیش من الله متعال، یعنی آمد در مکانی که قرار گذاشته شده بود با او که بیاید و آنجا آمد، الله متعال با او هم کلام شد و سخن گفت بدون واسطه. قال رب ارنی انظر الیک، آنجا بود که موسی علیه السلام از الله متعال خواست که رب ارنی انظر الیک، به من اجازه بده، نشان بده خود را و تو را ببینم، به من این اجازه رو بده، به من خود را نشان بده تا تو را ببینم. الله متعال در پاسخ این درخواست پیامبر بزرگوارش موسی علیه السلام فرمود که لن ترانی، هرگز نمیتوانی مرا ببینی، تو نمیتوانی هرگز مرا ببینی، ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، اما به این کوه نگاه بکن، اگر در جای خود ساکن ماند اون موقع میتوانی مرا ببینی. فلما تجلی ربه للجبل، وقتی که الله متعال تجلی خود را بر این کوه فرستاد، آن کوه منفجر شد و از بین رفت و موسی علیه السلام بیهوش افتاد. این آیه که الله متعال به موسی علیه السلام فرمود لن ترانی، دلالت بر این دارد که ما در دنیا نمیتوانیم الله متعال رو ببینیم. و البته یک عده‌ای آمدن و از این لن ترانی گونه برداشت کردن که لن چون برای ابدیت استفاده می شود، برای لن در لغت عرب گفتن برای تعبید است، یعنی تا ابد، برای همیشه، قیامت رو هم در بر میگیره و نمیشه در قیامت هم دید. و این اعتقاد و باور عده‌ای از معتزله است، عده‌ای از عقل گرایان
که معتزله در صدر آنها هستند. معتزله فرقه‌ای است، عقل‌گرایان هستند و روافض همون شیعیان هم بر این اعتقاد هستند که در قیامت هم نمیتوان الله متعال رو دید و یکی از دلایلی که ذکر میکنن این هست که اینجا الله متعال برای موسی علیه السلام کلمه لن رو استفاده کرد و لن به این معناست که هرگز برای ابدیت استفاده میشد و این تعبیر و این برداشت درستی نیست. لن برای تعبید به این معنی که برای تا ابد نمیتوانی ببینی، یعنی قیامت هم نمیشود دید، این برداشت درستی نیست. زیرا در قرآن کریم این کلمه لن در مواردی استفاده شده در دنیا که مثلا برای کفار گفته شده ولی یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم قل ان کان لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس. درباره همین قوم یهود در همین سوره مبارکه بقره در 94 الله متعال میفهمد اگر شما گمان میکنید که دار سرای آخرت خاص شما یهودیان و در آیه دیگری مسیحیان، چون مسیحیان هم این اعتقاد رو داشتن که وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، فقط یهودیان و مسیحیان وارد جنت میشوند. الله متعال فرمود اگر سرای آخرت فقط خاص برای شماست فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر این گونه است که شما میگویید راست میگویید آرزوی مرگ کنید، زودتر بمیرید برید به جنت و بهشت بروید. در ادامه الله متعال میفهمد ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم ولن یتمنوه ابدا، هم کلمه لن استفاده شده، هرگز تمنا نمیکنن مرگ را، ابدا هم آمده، کلمه ابد هم بعد از لن اومده، یعنی تاکید فوق تاکید. ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم، هرگز اینها آرزوی مرگ رو نمیکنن به خاطر آنچه پیش فرستادن و در آیات بعد میفهمد امید دارن که 1000 سال زندگی بکنن، آرزوی زندگی 1000 ساله رو دارن. با وجود اینکه الله متعال میفهمد اینها هرگز و ابدا آرزوی مرگ نمی کنند، اما باز هم میبینیم که در پایان سوره مبارکه زخرف الله متعال وقتی که میفهمد که ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون، وقتی که مجرمین رو میفهمد در عذاب جهنم، در اون دوزخی که الله متعال برای آنها مهیا کرده در اون عذاب جاودانه میمانند، دو آیه بعد میفرماید که اینها وقتی که عذاب زیاد می شود و نادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، با اونها ندا میکنن مالک نگهبان دوزخ رو و جهنم رو که لیقضی علینا ربک، از پروردگار خود بخواه تا برای ما مرگ بیاورد، مرگ به سراغ ما بیاد و ما از بین برویم. اون آیه در سوره مبارکه زخرف دلالت بر این دارند که این عده در دوزخ آرزوی مرگ میکنند، آرزوی مرگ میکنن، مثلا درخواست مرگ میکنن. و نادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، پروردگارت مرگ بیاره ما رو راحت کنه ما از بین بریم. پس لنی که در سوره مبارکه بقره آیات 94 95 تا 95 ذکر شد که هرگز اینها ولی یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم، هرگز اینها آرزوی مرگ نمیکنن و ابد هم بعدش ذکر شد، تاکید هم شد هرگز و ابدا این کار رو نمیکنن، آرزوی مرگ نمیکنن، فقط در دنیاست. زیرا در آخرت با توجه به آیاتی که در سوره مبارکه زخرف خدمت شما تلاوت شد اشاره به این دارد این آیات که آرزوی مرگ میکنن. پس لن فقط برای دنیا استفاده میشود و برای آخرت نمیشود او رو استفاده کرد و در خود قرآن کریم هم این دلایل وجود دارد که لن فقط شامل دنیا میشود و آخرت رو در بر نمیگیرد. پس این استدلال که الله متعال به موسی فرمود لن ترانی، هرگز مرا نمیبینی، نمیتوان از این استدلال کرد و دلیل گرفت برای اینکه هرگز در آخرت هم نمیشود الله متعال رو دید. دومین استدلالی که این عده ذکر میکنن آیه 103 سوره مبارکه الانعام هست. آنجا الله متعال میفهمد لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. این آیه رو این گونه ترجمه میکنند آنها، ترجمه اشتباه و غلطی است. این ترجمه میگویند چشمها او را نمیبینند در حالی که او چشمها را میبیند. لا تدرکه الابصار، این لفظ رو این گونه ترجمه میکنن، اینطور ترجمه میکنن که چشمها او را نمیبینند، در حالی که این ترجمه درستی نیست. این ترجمه و این برداشت از این آیه غلط است. کلمه لا تدرکه الابصار به این معنا نیست که چشمها او را نمیبینند، زیرا ما در داستان خود موسی علیه السلام باز میبینیم که در سوره مبارکه شعرا
الله متعال میفرماید فلما ترا الجمعان، وقتی که دو لشکر به هم رسیدن، بنی اسرائیلی که فرار کرده بودند و به دریا رسیدن و فرعونی که آنها رو تعقیب میکرد، قال اصحاب موسی انا لمدرکون، اصحاب موسی، یاران موسی، همراهان موسی، اون گروه بنی اسرائیلی که با او بودن، گفتن ای موسی انا لمدرکون. کلمه مدرکون همون لا تدرکه الابصار و مدرکون اینا از یک مصدر هستند. کلمه ادراک، انا لمدرکون، ما احاطه شدیم. کلمه مدرکون به معنای ما این است که ما احاطه شدیم. لا تدرکه الابصار معناش این هست که چشمها احاطه ندارن به ذات الهی، چشمها احاطه ندارن و هو یدرک الابصار، و او تعالی الله متعال احاطه کامل به چشمها دارد، به خلقت چشم، با آنچه چشم میبیند، با آنچه که مخلوقات الله متعال دارن احاطه کامل دارد. و رؤیت الله متعال با چشم بهشتی هم به این معنی نیست که احاطه کامل به ذات الله متعال باشند. لا تدرکه الابصار به معنای این است که چشمها احاطه کامل به ذات الله متعال ندارن، احاطه ندارن. احاطه یعنی تمام ذات الله متعال رو احاطه کامل به او ندارن. و لا تدرکه الابصار این معنا به این معنا نیست که چشمها او را نمیبینند. و این برداشت هم از این آیه برای انکار رؤیت الله متعال در قیامت برداشت نادرست است. علاوه بر این که ما در قرآن کریم آیات صریح و واضحی داریم که دلالت بر مشاهده ذات الله متعال توسط مؤمنان و جنتیان در روز قیامت دارد. مثلا در سوره مبارکه القیامه، سوره قیامت الله متعال می‌فرماید که وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة، روز قیامت چهره هایی هستند سرسبز، خرم، شادمان و نظارگر هستند به سوی الله متعال. این چهره هایی که به سوی خالق خود، به سوی پروردگار خود ناظره، نظارگر هستند، میبینن ذات الله متعال. و این آیه صراحتاً اشاره دارد به اینکه چهره های مؤمنان روز قیامت ذات الله متعال رو مشاهده میکنن. علاوه بر این در سوره مبارکه المطففین درباره عذاب دوزخیان الله متعال میفهمد یکی از مهمترین و بزرگترین عذابهایی که آنها دارن کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، بین آنها و بین ربشان و پروردگارشان حجابی است و نمیتوانند پروردگارشان را ببینند. ثم انهم لصال الجحیم، اول این عذاب رو ذکر میفهمد، سپس عذاب دوزخ رو. قبل از اینکه عذاب دوزخ رو و کیفیت عذاب آنها در دوزخ رو ذکر بفرماید، الله متعال میفهمد عذاب بزرگتری دوزخیان دارند قبل از ورود به دوزخ و آن محروم شدن از رؤیت ذات الله متعال است که مؤمنان و بهشتیان این وعده به آنها داده شده و این بشارت به آنها داده شده و این لطف در حق آنها انجام می شود و این نعمت بزرگ نصیب حال آنها می گردد. و همچنین ما در سوره مبارکه یونس باز آیه‌ای داریم که الله متعال به این موضوع اشاره می‌فرماید والله یدعو الی دار السلام، بعدش در آیه 25 این رو می‌فرماید که الله متعال شما رو دعوت می‌کنه به جنت. در آیه بعد آیه 26 می‌فرماید للذین احسنوا الحسنى و زیاده، برای مؤمنان جنت آماده شده است و زیاده و زیاده و زیاده بر جنت، یک چیزی بزرگتر از خود جنت هم برای آنها آماده شده و آن رؤیت الله متعال است. زیرا رؤیت الله متعال نعمتی است بزرگتر از خود جنت. همونطور که باز در سوره مبارکه توبه در وصف جنتی که به مؤمنین و مؤمنات وعده داده شده است، الله متعال در آیه 73 می‌فرماید که آنجا می‌فرماید الله متعال و رضوان من الله اکبر، در جنت وقتی که وصف جنت مؤمنین و متقیان رو ذکر میکنه که در آنجا میمانند و جاودانه هستند و مساکن طیبه و خانه‌های بسیار زیبا و قصرها دارند، می‌فرماید و رضوان من الله اکبر، اون رضایت الهی که در جنت شامل حال مؤمنان می‌گردد از خود جنت بزرگتر است. اون رضایت الهی، احساس رضایت الله متعال نعمتی است بزرگتر از خود جنت،
از کل بهشت این احساس رضایت الله و رضوان من الله، اینکه الله از آنها راضی است، خود این احساس، این نعمت اکبر است، بزرگتر از کل جنت است. و همچنین درباره رؤیت الله متعال در سوره یونس فرمود للذین احسنوا الحسنى و زیاده، کسانی که نیکی کردن جنت شامل حال آنها می شود و زیاده بر جنت، نعمتی که بزرگتر از کل جنت است، شامل آنها می شود و آن رؤیت الله متعال است. همچنین در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و احادیث واضح و آشکاری داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود روز قیامت شما پروردگارتان را می بینید همان گونه‌ای که ماه شب 14 را به راحتی می بینید بدون اینکه کسی مزاحم کس دیگری باشد. و این آیات و روایات همه دلالت بر این دارد که رؤیت الله متعال در این دنیا با چشم دنیایی ما قابل رؤیت نیست. الله متعال ذات الله متعال، ما نمیتوانیم. الله متعال ذات الله متعال قابل رؤیت هست. این چشم ما چشم دنیوی ما توان رؤیت الله متعال را ندارد. تمام جسم ما در جنت یک جسم دیگری است. جسم ما الان در این دنیا مطابق با دنیای ماست و زندگی ما در این دنیا و نیازهای ما در این دنیا. اما جسم ما در جنت جسم جنتی است، مطابق با جنت و مطابق با نعمتهای موجود در جنت. به همین خاطر آن چشمی که ما در جنت داریم با آن چشمی که در دنیا داریم متفاوت است. این جسم تا لحظه ورود به جنت همین جسم است. در صحرای محشر بعد از خارج شدن از قبر جسم ما همان جسم است، زیرا باید شهادت بدهد. دست شهادت میده، پا شهادت میده، حتی پوست بدن شهادت میده بر علیه فرد. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، و پوست بدن خود میگن چرا بر علیه خود ما شهادت میدی؟ الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. مهر بر دهان آنها میزنیم، دست آنها شهادت میدهد، پای آنها شهادت میدهد. مجموع این آیات دلالت بر این دارد که جسم ما در صحرای محشر لحظه حساب کتاب همین جسم است. زیرا اگر جسم جدیدی باشه، جسم جدید، دست جدید، پای جدید، چشم جدید، اینها و پوست جدید، اینها چی رو میخوان شهادت بدن؟ کسی که چیزی رو شاهد نبوده چطور شهادت میدهد؟ چیزی رو در دنیا ندیده باشه، اگر قرار باشه جسم جدیدی در محشر باشه، اون جسم که شاهد زندگی دنیای ما نبوده، آن دست، آن پا، آن پوست در دنیا نبوده که چیزی را ببیند، مشاهده کند تا شهادت بدهد. به همین خاطر شهادت او قبول نمیشه، چون ندیده. پس جسم ما در دنیا و در صحرای محشر تا لحظه به جنت وارد شدن همین جسم است. و در حدیث رسول الله علیه السلام فرمود وقتی انسان وارد جنت میشه در نهری اونجا میرود و یک غسل میکنه و یک آبتنی میکنه و از اون طرف که میاد بیرون اون جسم یک جسم جنتی است. این موضوعی بود که حالا جای اینجا بود که حالا گرچه در آیات سوره اعراف هم این موضوع اشاره خواهیم کرد، یک موضوعی که به صورت کلی بحث اعتقادی است. اینجا درخواستی که الان قوم موسی علیه السلام دارند اینجا اشاره کردیم به خاطر اینکه موضوع مشخص بشه که اصلا میشه الله متعال رو دید یا نمیشه دید. در دنیا با این چشم ما نمیتوانیم الله متعال رو ببینیم و رؤیت الله متعال فقط در جنت برای جنتیان است. موسی علیه السلام چون قبلا این درخواست رو کرده بود از الله متعال و الله متعال فرمود که تو من رو نمیتوانی ببینی موسی، این چشمی که داری توان قدرت مرا ندارد. قوم از او خواستن، میدانست که این امکان پذیر نیست، اما از الله متعال خواست. الله متعال فرمود 70 نفر از آنها رو با خود بیاور به کوه طور. 70 نفر از آنها رو برد به پیش وعدگاهی که الله متعال اونجا مشخص کرده بود، در مکانی که قرار بود آنجا بروند. 70 نفر رو با خود برد. در سوره اعراف الله متعال می‌فرماید واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا. موسی علیه السلام 70 نفر رو برای ملاقات من الله با عظمت در اون مکانی که برای اونها مشخص شده بود آورد. آنجا که رفتن موسی علیه السلام با الله متعال هم کلام شد، اما آنها این کلام رو نشنیدن و یک حالت عجیبی به آنها دست داد. یک زلزله‌ای آمد، همه جا را فرا گرفت، یک صاعقه‌ای نازل شد و همه اینها یکی پس از دیگری مردند. الله متعال می‌فرماید که وقد قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. گفتید ای موسی با کمال بی‌ادبی و گستاخی لن نؤمن لك، اصلا ما اصلا رسالت تو رو قبول نداریم.
لن نؤمن لك، هرگز به تو ایمان نمی آوریم، حتی نر الله جهرة، تا لحظه‌ای که الله متعال رو ما واضح نشان بده. نتیجه این گستاخی، این بی‌ادبی، این توهین در برابر موسی علیه السلام، این همه معجزات رو شما دیدید، این همه تا حالا با موسی علیه السلام بودید، هنوز به او باور ندارید، هنوز نمیتوانید که این موضوع رو درک کنید، بفهمید که الهی وجود دارد. این همه معجزات کافی نبود برای شما؟ باز هم با این گستاخی صحبت میکنید، هنوز ایمان نیاوردید، میگید هرگز هم ایمان نمیآوریم به تو. الله متعال فرمود فاخذتکم الصاعقه، یک دفعه صاعقه آمد. در سوره مبارکه اعراف باز میفرماید فاخذتهم الرجفه، زلزله آمد، زلزله‌ای که بعد از اون صاعقه آمد. فاخذتکم الصاعقه و انتم تنظرون، و شما نگاه میکردید که یکی پس از دیگری میمیرند، نگاه میکردید، دیدید مرگ یکدیگر رو دیدید و همه شما مردید. همه این 70 نفر مردند، همه این 70 نفر مردند، 70 نفر مردند. در بین بنی اسرائیل این درخواست رو اونا روبروی موسی علیه السلام مطرح کردن در میان جمع. موسی علیه السلام تورات رو برای اونها آورده بود، گفتن موسی ما قبول نداریم، ما رو ببر الله رو ببینیم. الله متعال به موسی علیه السلام فرمود 70 نفر از اونها رو انتخاب کن. 70 نفر انتخاب شدن، رفتن، الان این همه مردن. موسی علیه السلام اگر برگردد پیش قوم چه پاسخی به بنی اسرائیل بدهد؟ این قومی که این همه حماقت و نادانی در آنها بود، این همه عناد در آنها بود، چه جوابی به آنها بده؟ بگه که 70 نفر مردن، بنی اسرائیل چه خواهند گفت؟ بنی اسرائیل میگن که موسی تو زورت نرسید به اینها، پاسخی نداشتی، رفت اونها رو کشتی، همه اونها رو از بین بردی، اون یک خواسته از تو داشتن. اینجا بود که موسی علیه السلام ماند که الان من جواب بنی اسرائیل رو چی بدم؟ از الله متعال خواست. در سوره مبارکه اعراف ذکر می شود قال رب لو شئت اهلکتهم من قبل و ایای، بار الله یا رب، یا الله اگر تو می‌خواستی اینها رو می‌کشتی، اینها رو قبل از این می‌کشتی، اینها رو قبل از این می‌کشتی، من رو هم با اینا می‌کشتی، من الان جواب قوم خودم رو چی بدم؟ یا رب لطف کن، احسان کن، خواهش می‌کنم از تو اینها رو دوباره زنده کن، اینها رو زنده کن، من برگردارم اینها رو ببرم پیش قوم. این قوم رو چطور جواب بدم؟ و این دعای موسی علیه السلام توسط الله متعال پذیرفته شد و الله متعال اونها رو دوباره زنده کرد. در آیه بعد میفهمد ثم بعثناکم من بعد موتکم، من الله با عظمت شما رو دوباره زنده کردم. بعثناکم در لغت ما قبلا اشاره کردیم، بعثنا زنده ساختیم ما، زنده کرداندیم ما. اینجا لفظ جمع کار رفته چون نشان از عظمت دارد. ما هر وقت که فعل جمع یا ضمیر جمع برای ذات الله متعال در قرآن کریم می‌بینیم دلالت بر عظمت داره و اینطور ترجمه می‌کنیم من الله با عظمت شما را زنده کردم، من بعد موتکم، بعد از اینکه شما مردید من دوباره شما را زنده کردم، به دعای موسی علیه السلام لعلکم تشکرون، تا باشد که شما شکر و گزار نعمت من الله با عظمت باشید. اینها رو زنده کرد و اینها از مرگ آمدن بیرون، هنوز یادشان هست آن لحظه‌ای که مردن. اینا مردن به بعد موتکم، موت یعنی رسما اینا جانشان گرفته شد، جان روح از اینها و از بدن اینها خارج شد، مرگ رو تجربه کردن، دوباره زنده شدن. این داستان دوباره زنده شدن یکی از 5 داستان زنده شدنی است که در قرآن در سوره مبارکه بقره ذکر می شود. فقط در سوره مبارکه بقره 5 بار برای ما الله متعال داستان زنده شدن ذکر می فرماید. موضوعات مختلف، داستان‌های مختلفی که اشاره به زنده شدن یک مجموعه یا یک فرد دارد. دوباره زنده شدن تا به ما الله متعال موضوع دوباره زنده شدن در این دنیا را ذکر بفرماید. چیزی که در سوره مبارکه بقره برای ما 5 بار الله متعال ذکر می‌فرماید تا برای ما یادآوری بکنه که برای الله متعال بسیار آسان است که شما رو دوباره زنده بکنه. همونطور که در آیه 28 الله متعال اشاره فرمود و ذکرش گذشت کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چطور بر الله متعال کافر میشه در حالی که شما نبودید، شما رو زنده کرد، میمیراند، دوباره زنده میکند و به سوی او باز میگردید. الله متعال میفرماید که حتی داستانهای عینی اتفاق افتاده.
اینها یک مواردی است. موارد دیگری که عیسی علیه السلام و موارد دیگری که باز در قرآن ذکر شده، عیسی علیه السلام یکی از معجزاتش زنده کردن مرده ها بود. یکی از 5 داستان زنده شدن مرده ها در قرآن کریم این داستان است. داستان بعدی در آیات صفحات بعد می آید، داستان بقره و گاو بنی اسرائیل که معروف است و وجه تسمیه این سوره است که در وقت مناسب خودش مفصل صحبت خواهیم کرد. و آیه 243 الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم. بس بارش در وقت خودش می آید. و آیه 259 و آیه 260 که آیه 259 درباره پیامبر بزرگوار عزیر صحبت می‌فرماید. البته بعضی‌ها گفتن عزیر نیست، رجل صالحی بوده است و 100 سال مرد و دوباره زنده شد. در وقت مقتضی صحبت می‌کنیم مفصل. و داستان ابراهیم علیه السلام با آن 3 پرنده‌ای که آنها را کشت و 4 پرنده‌ای که آنها را کشت و آنها را با هم قطعه کرد و گوشت آنها را چرخ کرد و با هم دیگر ترکیب کرد، هر کدوم سر یک تک کوهی گذاشت، سپس اونها را صدا کرد و همه زنده شد. این یکی از اون 5 داستان است که اشاره به این دارد که الله متعال این توانمندی را دارد، اون ذاتی که هر روز به من و تو مرگ و زندگی را نشان میده. یک عده از این ور میمیرن، یک عده از این ور زنده میشن، یک عده وارد دنیا میشن، یک عده از دنیا خارج میشن. در هر لحظه، در هر گروه سنی مرگ وجود دارد. علاوه بر این که شبان روز، شب و روز، چرخش شب و روز خودش دلالت بر مرگ است. شب تمام میشه، روز شروع میشه، روز تمام میشه، شب شروع میشه، شب تمام میشه، روز شروع میشه. یک زندگی دیگر، یک زندگی جدید، یک زندگی دیگر، یک زندگی دیگر. خود فصلها و چرخش فصلها، مردن درختها، سرسبز شدن درختها در بهار، میوه دادن در تابستان و زرد شدن برگها در خزان و پاییز و ریختن برگها و مردن درختان و زمین و خشک شدن و یخ زدن در زمستان و دوباره این چرخه ادامه پیدا میکنند. دوباره در بهار فانظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى و هو علی کل شیء قدیر. بنگر چگونه الله متعال زمین مرده را دوباره سبز میکند. آن کسی که این زمین مرده زمستان دیروز را در امروز بهار سرسبز کرده است، او همان ذاتی است که دوباره شما را زنده خواهد کرد و هو علی کل شیء قدیر و بر هر چیزی قادر است. این داستان را الله متعال ذکر می‌فرماید که ای بنی اسرائیل، شما تا اون حد پیش رفتید که حتی حاضر نشدید که به موسی علیه السلام ایمان بیاورید. در ادامه باز الله متعال یک داستان دیگر ذکر می‌کند. نعمت‌هایی رو که بنی اسرائیل از سوی الله متعال دریافت کردند. داستان بعدی در آیه 57 الله متعال می‌فرماید و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى. بعد از اینکه بنی اسرائیل از مصر خارج شدند و از فرعون نجات پیدا کردند و وارد سرزمین سینا شدند، اون سرزمین مثلث شکلی که در شمال دریای سرخ بین فلسطین در شمال و مصر در جنوب شما می‌بینید. در این سرزمین گفتن که خب موسی، ما الان یک سرزمینی نیاز داریم، یک جایی نیاز داریم، ما یک گروه چند 10,000 نفری، یک شهری، دیاری برای ما پیدا کنیم، بریم یک جای زندگی بکنیم. از مصر که خارج شدیم، اونجا هم که جایی نداشتیم، بردگی و اردوگاه‌های کار اجباری. موسی علیه السلام فرمود ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. وارد اون سرزمین مقدسی شوید که الله متعال برای شما انتخاب کرده است. منظور بیت المقدس بود، شهر بیت المقدس. وارد بیت المقدس بشید، دست دشمنان بود، دست کفار بود. فتح کنید بیت المقدس رو. ای کسانی که با من هستید اونجا زندگی کنید. گفتن که یا موسی ان فیها قوما جبارین و ان لن ندخلها حتی یخرجوا منها. گفتن موسی اونجا آدمای ظالمی در اون هستن، ما نمیتونیم وارد بشیم. جنگ نه ما اهل جنگ نیستیم. اینها چون در این 40 سالی که فرعون بر سر اینها زده بود یک نسل ترسوی بزدل بار آمده بودند. یک عمری اینها از بچگی وقتی به دنیا آمدن تا وقتی که مردن، اینها نسل‌های مردن، نسل دیگری آمد، همیشه در ذلت و خواری بودن، میترسیدن از مبارزه با ظالم ستمگر. گفتن این فیها قوم جبارین، آدمای ظالم اونجا هستن، موسی ما رو کجا میبری، ما رو به کشتن میده؟ نه اصلا
دوباره اصرار. عده‌ای از مؤمنان آنها، 2 نفر از مؤمنان گفتن یا قوم به داخل بشید، توکل کنید بر الله متعال، وارد بشید، از درها پیروز میشید. شما گفتن یا موسی ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، هرگز ما وارد نمیشیم تا وقتی که آنها آنجا هستن. اذهب انت و ربک فقاتلا انها هنا قاعدون، تو خدای تو برید بجنگید، ما اینجا نشستیم، هر وقت که فتح کردید ما میایم داخل میشیم. در سوره مائده مفصل این موضوع ذکر می شود از آیات 21 22 و بعد. اینجا بود که موسی علیه السلام فرمود که یا رب، من و برادرم و اون چند نفری که با ایمان آورده بودن با این ظالمان و فاسقان ما همراه نیستیم، من با اینا هم فکر نیستم، خدایا بین من را دست اینا نجات بده. الله متعال فرمود قال فانها محرمه علیهم 40 سنه، 40 سال این شهر برای اینا حرام است، تا 40 سال نمیتوانن وارد این شهر بشن. بعضی روی این آیه اینجا توقف میکنن، 40 سنه رو به 40 سال به قبلش برمیگردن، بعضی جا با تعبیر بعدی، بعضیا 40 سنه رو با تعبیر بعدی که در آیه میآید اضافه میکنن. 40 سنه یتیهون فی الارض، 40 سال اینها در سرزمین سینا، همینطور وادی تیه معروف شد، سرگردان میچرخن. حالا که شما نمیخواید وارد بیت المقدس بشید، باشه، برید 40 سال سرگردان بچرخید. 40 سال کامل قوم بنی اسرائیل در سرزمین سینا میچرخیدن، فقط صبح میرفتن 1 هفته 2 هفته 3 هفته 4 هفته 1 ماه میگشتن، دوباره میدن سر جای اول خودشون هستن، میگشتن برای امید پیدا کردن و یافتن یک جایی مناسب برای زندگی. هی میرفتن دوباره سر جای خود. 40 سال این گونه گذشت و در همین 40 سال موسی علیه السلام از دنیا میرود، قبل از او هارون از دنیا میرود، موسی علیه السلام از دنیا میرود. این آیه اشاره به اون دوران دارد. الان بعد از اینکه اینها نرفتن وارد بیت المقدس بشن، در وادی سینا میچرخند و پریشانند و بالاخره سرگردانند. اینا از الله متعال میفهمد، اینا از موسی علیه السلام خواستن، گفتن موسی اینجا آفتاب است، اذیتیم اینجا. چه قوم عجیبی بودن اینها. وارد شهر نشدن، حاضر نشدن جهاد بکنن، بزدلها ترسیدن. الان خب در بیابانن، گفتن موسی بیابان است، آفتاب اذیت میکنه ما رو، غذا نداریم، آب هم نداریم. الله متعال میفرماید و ظللنا علیکم الغمام، موسی علیه السلام دست بلند کرد. این پیامبر نازنین چه شخصیت عجیبی است. شما هر شخص خودتون رو تصور بکنید جای این موسی علیه السلام که قوم اینطور رفتار بکنه باشه. یک عالمی چقدر میتونه تحمل داشته باشه، یک عالمی، یک دانشمندی، یک بزرگواری. باز موسی علیه السلام که برای قومش دلسوز است. و ظللنا علیکم الغمام، فرمود که دعا کرد یا رب سایه بر سر ما بفرست. الله متعال فرمود و ظللنا علیکم الغمام، سایه فرستادم، بالا سر شما ابر فرستادم، ابر سفید نازک خنکی، آمد کل منطقه را گرفت. این ابر بالای سر اینها بود. و عجیب این است که مفسرین نوشتن در طول این 40 سالی که اینها در این سرزمین همینطور میگشتن، این ابر بود بالا سر اینها، اینها سایه بود و معجزه ای از طرف موسی علیه السلام. ابر بالای سر اینها، یک ابر سفید خنکی، یک سایه نازنین، سایه آرام و خنکی داشت که اینها زیر سایه این راحت راه میرفتن. برخی از مفسرین گفتن که شب این ابر میرفت کنار تا نور ماه بیاید، اینها رو از اون نور استفاده بکنن، از نور ماه. این ابر رو الله متعال فرستاد. گفتن خب موسی غذا نداره. و انزلنا علیکم المن و السلوى، الله متعال میفهمد برای شما من و سلوا فرستادم. دعا کرد موسی علیه السلام یا رب این قوم رو غذا بده. الله متعال از آسمان برای اینها من و سلوا فرستاد. من چیست؟ مفسرین درباره من 10 قول ذکر کرد درباره من و سلوا. راجحش و مختصرش و خلاصش این است که المن، کلمه من یک سمغی بود، سمغ، قطره هایی که از آسمان فرود می آمد، روی درخت ها و برگ ها و شاخه های درخت ها می نشست، شیرین بود به مانند عسل روی برگ های درخت ها. از طلوع آفتاب صادق، یعنی داخل شدن وقت اذان صبح تا طلوع آفتاب، یعنی در این بازه زمانی، در این فاصله طلوع، قبل از طلوع آفتاب، اذان صبح و نماز صبح رو شما فرض کنید، وقت نماز صبح این ماده نازل میشد تا طلوع آفتاب روی درخت ها. من
در فارسی بعضی ها تعبیر انگبین استفاده کردن، گفتن شبیه ماده انگبین. ماده انگبین یک ماده شبیه سمغ است، شیر ماننده که روی برخی درخت‌ها هست و این از طرف الله متعال یک ماده‌ای بود بالاخره به عنوان یک غذایی. گفتن خب با این که سیر نمیشیم، این کار با عسل آدم سیر نمیشه که. شبیه عسل بود، عسل نبود، چون الله متعال صحبت از عسل نمی‌کنه، فرماید که من نام خاصی برای او گذاشته. و همچنین سلوا رو باز رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما این رو ذکر فرمود، المن و سلوا. و درباره من و سلوا، من رو رسول الله صلی الله علیه و سلم یک ماده رو به عنوان کمعه ذکر کرد، یک نوع قارچی است که در زمین پیدا میشه، بعضی از دشت ها پیدا میشه. فرمود که این کمعه از اون من است، از من است و آب او برای چشم شفاست. درباره من رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره کمعه گفت از من است، همین منی که در اینجا ذکر شده است. و قارچه خاصی است، شبیه یعنی بیشتر به حالت سیب زمینی، ظاهرش شبیه سیب زمینی است و در زمین پیدا میشه، در زمین‌های دشت ها پیدا میشه. و از سلوا رو مفسرین ترجمه کردن به مرغی که شبیه بلدرچین بود. بلدرچین در ایران بلدرچین میگوین، در افغانستان فکر کنم بودنه میگوین، بعضی مناطق تعبیرهای دیگری استفاده میکنن. مرغ کوچکی است به اندازه یعنی مشت انسان، اگر دستتون رو مشت بکنید به این اندازه است. و الله متعال مرغ‌ها رو میفرستاد در آخر روز و اینها میگرفتن، مرغ‌ها میآمدن جلوی روی اونها و اینها اونها رو میگرفتند و سر میبریدند و میخوردند راحت. و انزلنا علیکم المن و السلوا. الله متعال میفرماید من برای شما من و سلوا میفرستم. هر روز این اتفاق میافتاد، هر روز تکرار میشه، کل روزهای هفته بر استثنا، حتی شنبه. اونها در روز شنبه برای خود روز عبادت قرار داده بودن، روز شنبه. و انزلنا علیکم المن و السلوا. من الله با عظمت برای شما من و سلوا فرستادم، غذاهای آماده از آسمان می اومد و میخوردن بدون اینکه هیچ زحمتی بکشن، بدون اینکه هیچ به دنبال اینها بروند و مشغول لذت بردن از این غذاهای آسمانی بودند. در ادامه الله متعال میفرماید کلوا، به آنها گفته شد بخورید، امری که برای اباحت بود. کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از آن غذاهای روزی پاکی که من برای شما قرار دادم. من طیبات ما رزقناکم، از این غذاهای پاکی که از سوی الله متعال می اومد، حلال و هیچ شبهه‌ای در آن نبود و با این شخصیت، با این افراد برای اونها مناسب بود. کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون. آیا اینها باز دست از این عناد برداشتند؟ آیا با وجود این ابری که بالای سر اینها بود، با وجود این من و سلوایی که میدیدن، یعنی یک بار، دو بار، سه بار، چند بار معجزه میبینن این قوم، چند بار معجزه میبینند این قوم، دیگه باید اینها اصلاح شده باشند، دیگه باید اینها حرف شنو شده باشند. الله متعال میفهمند نه، باز هم اینها اصلاح نشدن، باز از این عناد دست بر نداشتن، باز اینها در برابر موسی علیه السلام و هارون علیه السلام عناد داشتن، تمرد داشتن، هنوز همون جوری که باید ایمان بیاورن نیاوردن و باز دست به تمرد زدن. و ما ظلمونا، و اینها به من الله متعال ظلم نکردن، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اینها در برابر پیامبران عناد میکردن، اینها سرپیچی میکردن از دستورات پیامبران، اینها داشتن در حقیقت به خودشان ظلم میکردن. کسی که در برابر حکم الهی عناد میکنه به خودش ظلم میکنه. چطور به خودش ظلم میکنه؟ خودش رو در معرض عذاب الهی قرار میده. هر گناهی یک ظلم به خود است، چون هر گناهی انسان رو در معرض عذاب الهی، خشم الهی و دوزخ الله متعال قرار میده. و در اصل گناه ظلم به خود است، وگرنه در برابر الله متعال کل دنیا اگر عبادت بکنن چیزی در ملک الله متعال اضافه نخواهد شد و اگر تمام دنیا هم کفر و نافرمانی و عصیان بکنن چیزی از حکم الله متعال و قدرت و ملک الله متعال کم نخواهد شد. و ما ظلمون ولکن كانوا انفسهم یظلمون. این ظالمان باز هم دست از این تمرد و از دست از این عناد بر نداشتن و این طبیعت این قوم است، طبیعت قوم یهود، کسانی که
در زمانی که پیامبرشان بین آنها بود با پیامبرشان اینطور رفتار کردند. شما فکر کنید در حضور موسی کریم الله علیه السلام با آن عظمت، با آن لطف، با آن احسان، با آن هیبت، با آن جبروت، با آن علم، با آن تقوا، اینها اینطور رفتار کردند. کسانی که در برابر موسی علیه السلام اینطور رفتار کردند، مقایسه بکنید اینها رو با صحابه رسول الله علیه السلام. شاگردان اول مکتب موسی علیه السلام رو به استثنای چند نفر خاص شما مقایسه بکنید با شاگردان رسول الله علیه السلام. اینها کسانی بودند که موسی علیه السلام از دست اینها چه ها کنه کشید. این قوم وقتی که پیامبرشون بینشان بود اینطور با او رفتار میکردن. بعد از پیامبرشان چطور رفتار میکنند و امروز چطور رفتار میکنند و ما میبینیم که اینا چطور رفتار میکنند. الله متعال بعد از داستان آدم علیه السلام وقتی که بنی اسرائیل رو برای ما ذکر میکنه و به عنوان کسانی که این همه لطف و احسان به آنها شد اما اینها تمرد کردند، معصیت و کفر پیشه گرفتن و به قتل انبیاء الهی متى میرسه. یعنی اینا که تازه نسل اول بودن با موسی علیه السلام اینطور رفتار کردن، بعدها میبینیم که الله متعال اشاره میکنه که حتی دست به قتل انبیاء الهی هم زدن. ما همینقدر اکتفا میکنیم. در برنامه بعد برای شما باز ادامه این داستان رو، داستان ذکر نعمت‌های که الله متعال بر بنی اسرائیل داشت رو به تلاوت خواهیم گرفت. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از همه شما عزیزان سپاسگزارم و از الله متعال می‌خوایم که من شما فهم صحیح معانی آیات کلام الله مجید رو نصیب بفرماید و توفیق عمل خالصانه به دستورات او تعالی و حسن خاتمه نصیب گرداند و همه گذشتگان من شما را بخشد و بیامرزد و قرآن کریم رو دوست ما و شما در دنیا، همنشین ما و شما در قبر و شفیع ما و شما در صحرای محشر، همراه ما و شما بر پل صراط و همدم و همنشین ما و شما در جنت الفردوس بگرداند و ذلک علی الله بعزیز. تا دیدار دیگر همیشه من عزیزان رو بعد متعال میسپارم. الله یارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.